در روز دوم جلسه 14 کمیسیای مشترک بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان آید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و علمی و تکنیکی جانب‌ها نتیجه‌های گفت و شنیدها را سازنده ارزیابی نمودند. همرئیسان کمیسیا معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده و معاون رئیس دیوان وزیران ترکمنستان اتاخالیف تنگریگولی اظهار داشتند که جلسه در فضای همدیگرفهمی و همکاری متقابلا سودمند برگزار گردیده توافقات به دست آمده زمینه استوار برای گسترش منبعد مناسبت‌های اقتصادی و تجارتی و رابطه‌های علمی تکنیکی می‌گردد. پس از موافقه همه مسائل روزنامه از جانب همرئیسان کمیسیا، پروتکل جلسه 14 کمیسیای مشترک بین حکومتی تاجیکستان و ترکمنستان آید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و علمی و تکنیکی به امضا رسانده شد. حجت مذکور سمت‌های اساسی فعالیت منبعد را معین نموده همچون قدم مهم دیگر در رشد مناسبت‌های دوستانه کشورها خدمت می‌کند. جانب‌ها اظهار اطمینان نمودند که تطبیق سریع‌وقتی و با ثمر توافقات در پروتکل ذکر شده به تحکیم رابطه‌های اجتماعی و اقتصادی، افزایش حجم سودای دوجانبه و رشد همکاری‌ها مساعدت خواهد کرد.